سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ سلامتین؟ من دنیام و به یه ویدیو دیگه از کانال یوتیوب خودتون خوش اومدید. توی دوتا ویدیوی قبلی در مورد آگاهی، اینکه چرا آگاه شدن و به لحظه حال حضور پیدا کردن مهمه صحبت کردیم و کتاب هر جا روید مقصد همانجاست رو من برای این موضوع انتخاب کردم. امروز هم یه سری چیزهای ریزی که برای همین موضوع نیاز هستش رو بیان میکنم و دیگه بحث رو جمع میکنیم. پس با من در این ویدیو همراه باشید. میدونید مسئله‌ای که خیلی مهمه توی پروسه آگاهی که توی ویدیوهای قبلا بهش اشاره کردم اینه که واقعا بینش شما چیه؟ دنبال چی هستی توی آگاهی؟ میخوای به چی برسی؟ میدونید یه بینشی داشته باشید، بدونید که چی میخواید و توی این مسیر دنبال چی هستی، بهتر میتونی انجامش بدی این پروسه رو و صبر بیشتری داری، چون میدونی که تهش نه اینکه مثلا به یک دستاورد بزرگ برسیم، نه، منظورمون رسیدن به دستاورد یا داشته ها نیستش. منظور اینه که خودمون حالمون عوض بشه، یک دگرگونی درونی در ما رخ بده. بنابراین خیلی مهمه اینو از همون اول برای خودتون مشخص بکنید، نه اینکه صرفا چون همه دارن انجام میدن خب منم انجام بدم، یا اینکه به چیزهای بیشتری برسم در واقع برای ما هدف باشه. چون میدونید آگاهی در واقع به زبان خیلی خودمونی همون خرده، چون که در مراحل خیلی بالای آگاهی ما میتونیم هر چیزی که دلمون بخواد، هر چیزی که اراده بکنیم رو داشته باشیم و میدونیم که این توانایی رو هم داریم. اما نکته مهم اینه که با وجود اینکه میدونیم که این توانایی رو داریم و میتونیم هر چیزی رو داشته باشیم، اما نمیخوایم که داشته باشیم. یعنی به یه مرحله میرسیم که بهش میگیم بی‌نیازی. حالا تا اون مرحله خیلی میدونید راهه، اما به هر حال مهمه که از همین اول تکلیفمون رو با خودمون و با این مسیر و با این راهی که میخوایم شروع بکنیم مشخص بکنیم. میدونید توی پروسه آگاهی ما دنبال این نیستیم که به یه آدم عجیب غریبی تبدیل بشیم که ذهن بقیه رو داره میخونه، شعبده بازی بکنه، کارهای عجیب غریب انجام بده. ما فقط میخوایم که حالمون عوض بشه، دیدمون به اتفاقات عوض بشن، جهان همونه، آدم ها همونن، دید ما عوض میشه و ما دنبال این هستیم توی این پروسه. ما دنبال این نیستیم که آینده رو پیش بینی بکنیم، ما در واقع دنبال اینیم که مثلا در طول روز اتفاقات مختلفی که میفته و ما طبق عادت در مقابلشون جبهه میگرفتیم، گارد میگرفتیم، عصبانی میشدیم، پرخاش میکردیم، یا چه میدونم زود رنجی یا هر رفتار دیگه‌ای که داریم بهش آگاه بشیم. یه وقتایی هست تو میدونی که یه ضعف اخلاقی داری، یه چیزی هست توی اخلاق و رفتارت که خوشایند طبع خودت هم نیست، بارها هم سعی کردی که درستش بکنی اما نتونستی و تو اون لحظه هم همش به خودت میگی صبور باش، صبور باش، صبر کن، حرکت یهویی انجام نده. ولی این میدونید یه جور خودکنترلیه که با آگاهی خیلی فرق داره. توی خودکنترلی تو داری خودت رو نگه میداری که اون رفتار همیشگی رو انجام ندی و در مقابل رفتار متضادش رو نشون بدی. اما توی آگاهی ما آروم آروم نسبت به رفتارمون آگاهی پیدا میکنیم، هم به اون رفتار و هم به اثراتی که داره. حالا من خشم و عصبانیت رو مثال زدم، هرچند که این دو مقوله فرق دارن. حالا بزنید در مورد خشم صحبت بکنیم. ما میدونیم خشم اگر فرو خورده بشه، اگه ما خشممون رو بروز ندیم، برای سلامتی مضره، مخصوصا اگر این به صورت عادت در اومده باشه و ما هی در طولانی مدت این کار رو انجام بدیم، خب اثرات خیلی بدی داره. و میدونیم که اگر هر بار هم بخوایم نشونش بدیم، این هم برای وجه خودمون بده و هم آدم‌های اطرافمون رو اذیت میکنه و هم موقعیتی که درش قرار داریم رو به خطر میندازه. اما وقتی که تو به اون رفتار آگاه میشی، وقتی بهش توجه میکنی، دیگه میدونی که چه اتفاقی داره میفته و به علاوه تو ریشه اون رفتار رو کم کم پیدا میکنی. همین توجه کردنه باعث میشه که کم کم اون رفتار محو بشه، چون تو با آگاهی کامل متوجه میشی که این رفتار داره بهت آسیب میزنه و اگر حتی یک ذره آدمی در مورد خودش احساس خوددوستی داشته باشه، قطعا نمیخواد به خودش آسیب بزنه، چون هر چیزی که بهش توجه میکنی داری اون پروسه رو، اون فرایند رو دنبال میکنی. چون آگاهی بزرگتر از خشم، انگار مثل یه حاله‌ایه که اون رفتار رو در بر میگیره
و محدودش میکنه. میدونید نمیذاره خیلی اشاعه پیدا بکنه و خود در خودش حلش میکنه. یعنی این کاریه که آگاهی با این رفتارهای ناخوشایند انجام میده. میدونید همه ما تو زندگی واقعا باید یه وقتهایی بشینیم و به خودمون بگیم، یعنی به عبارت بهتر از خودمون بپرسیم واقعا من دنبال چیم؟ اصلا برای چی اومدم روی این سیاره؟ کار من چیه؟ وظیفه من چیه؟ مسئولیت من چیه؟ قراره چه کاری به دست من انجام بشه؟ حالا استانداردهای جامعه رو ول کن، الگوهایی که ارائه داده رو ول کن، اینکه بقیه چی میگن و چی میخوان هم ول کن. ببین خودت چی میخوای. این رو این سوالی که دارین میپرسین رو فقط بپرسین، یعنی سعی نکنین به خودتون جواب بدین، دنبال جواب بگردین ولی جواب رو حاضر نکنین. از ذهنتون برای پاسخ دادن به این سوال استفاده نکنین. فقط مدام از خودتون بپرسین. به مرور که جلوتر میرین خودتون جواب سوال رو میگیرید. میفهمید که این همه سال، این همه وقت دنبال چی بودیم و دنبال چی هستیم. بذارید یه ماجرایی رو براتون بگم. یه زمانی یه استاد و شاگردی با هم از یک مسیر جنگلی میرفتن. استاد تشنش میشه و به شاگردش میگه که این کوزه گلی رو بگیر، اینجا یه چشمه‌ای هستش که آب خیلی گوارایی داره. این کوزه رو بردار و برای من یه کم آب بیار. منم زیر این درخت انجیر میشینم تا تو برگردی. شاگرد در پی آب میره. اونجا یه دختر زیبایی رو میبینه. عاشق اون دختر میشه، دنبالش میکنه. خونه‌شو پیدا میکنه و میره اون از پدرش خواستگاری میکنه. پدر موافقت میکنه و اینا با هم ازدواج میکنن. بچه دار میشن، بچه‌هاشون رو بزرگ میکنن. بچه‌ها که بزرگ میشن کم کم اونا هم ازدواج میکنن و هر کدوم میرن پی زندگی خودشون. شاگرد پیر میشه، خانومش پیر میشه، پدر زنش فوت میکنه. بعد از چندین سال خانومش هم فوت میکنه و این تک و تنها میمونه. دیگه دور و برش خلوت شده بوده. یه روز میره کنار چشمه و همینجوری که با خودش نشسته و داره خلوت میکنه یاد استادش میفته و با خودش میگه ای دل غافل، حتما استاد الان از تشنگی تلف شده. کوزه رو پر آب میکنه و میره بدو به سمت استادش و میبینه اونجا استادش زیر درخت انجیر نشسته و داره از تشنگی دیگه کم کم هلاک میشه. میره پیش استادش بهش میگه که خوب شد اومدی، دیگه داشتم ناامید میشدم. میدونید استاد نماد همون خود واقعی ماست، خودی که در پی این گیر و دار زندگی، در این بحبوحه و این شلوغیا و این دغدغه هایی که ما هر روز پیشون میریم انگار گمش کردیم. و آگاهی دقیقاً کاری میکنه که ما تا زمانی که دیر نشده متوجه خودمون بشیم و اون خود واقعیه رو پیدا بکنیم، بهش توجه بکنیم. میدونید هوشیاری و آگاهی با فکر کردن فرق میکنه. فکر کردن مال ذهنه که باعث میشه وجود ما تیکه تیکه بشه و هر تیکش یه جایی گیر بیفته. ما طول روز دغدغه‌های خیلی زیادی داریم و انگار در طول روز هر بار یه تیکه ای از وجود ما توی قسمتی جا میمونه و وقتی تو 5 دقیقه، فقط 5 دقیقه طول روز میشینی و به خودت فکر میکنی، به هر چی که هست اون لحظه توجه میکنی و تمرکز میکنی، باعث میشه که اون وجود تیکه تیکه‌ای که ذهن باعثش بوده، اون انسجامی که از بین رفته بوده دوباره برگرده و اون تیکه ها دوباره به هم وصل بشن. میدونید آگاهی باعث میشه که ما پشت پرده رو ببینیم، پشت اتفاقات رو ببینیم. دیدین یه وقتایی یه مسئله‌ای بوده خیلی ذهنتون رو درگیر کرده، خیلی شما رو دچار یه غمی، یه بحتی، یه رنجی کرده بوده، بعد که از اون گذر میکنیم و مدت زیادی ازش میگذره و اتفاقات بعدی رو که میبینی به خودتون میگی منو بگو چقدر واسه فلان اتفاق قصه خوردم، چقدر اذیت کردم خودمو، خوب شد نشد، خوب شد فلان اتفاق نیفتاد. چون بعدش رو فهمیدی، میدونید پشت پرده رو دیدی و آگاهی باعث میشه که تو همون لحظه، تو همون گیر و دار پشت پرده رو ببینی و نیازی نباشه که زمان زیادی بگذره تو متحمل رنج فراوانی بشی و بعد تازه بفهمی چه اتفاقی میافتاده که اگر یه چیزی رخ میداد. میدونید ذهن توی زمان زندگی میکنه، یعنی زمان در واقع برای ذهن که معنی داره، اما وقتی تو توی لحظه اکنون باشی هیچ زمانی نیست، انگار همه چیز گذشته و حال آینده در یک خط و اصلا خط هم نیست، چون اون زمان رو به صورت خطی ما تصور میکنیم، ذهن ما تصور میکنه دیگه. انگار همه اینها، همین اتفاقات تو یک لحظه و همین الان دارن رخ میدن. برای همینه که اون چیزی که، یعنی
اون حس و حالی که تو الان داری روی کیفیت لحظه بعدی تاثیر میذاره. اینکه تو چطور با این لحظت برخورد بکنی کیفیت لحظه بعد و آینده تو رو تعیین میکنه. مثلا دارید از پله بالا میرید، حالا میرید به سمت خونتون، به سمت محل کارتون یا هر جایی. به قدم هاتون نگاه بکنید، به دستی که دارین روی نرده ها میکشین یا روی دیوار، به نفس هاتون. روی هر پله‌ای که قدم میذارید یه نفس، یه دم، یه بازدم. میدونید اون چیزی که اون بالاست، حالا هر چی که میخواد باشه، میتونه چند دقیقه بیشتر منتظر بمونه، جایی که قرار نیست بره. پس شما چرا این لحظه رو میدونید وقتی فکر میکنید به اون بیقراریه متوجهش میشید؟ اون اضطراب از کجا میاد؟ از یه جور عجله ذاتی، از یه جور عادت میاد که ما فکر میکنیم هر چیزی رو بدو بدو باید بریم بقاپیم، زود بریم انجامش بدیم. ولی این بار یه ذره بیشتر تمرکز بکنید، با یک طمأنینه بیشتر این کار رو انجام بدید. دفعه بعدی که دارین عطر میزنین یه ذره اون رایحه رو بیشتر استشمامش بکنید. اون قطرات عطر رو توی هوا ببینید. وقتی دارین لباس میپوشین دستتون رو قشنگ روی پارچه بکشین. به کشیده شدن اون فابریک و پارچه روی پوستتون دقت بکنین، به اون زبری و یا نرمیش. دفعه بعدی که دارین صورتتون رو میشورین یا دوش میگیرین آب رو بیشتر حس بکنین. لطافت آب رو که روی پوستتون کشیده میشه بیشتر حس بکنین. وقتی وارد یک محل یا اتاق یا مکان یا هر جایی میشین که خلوته، هیچ کس اونجا نیست و شما اولین نفری هستین که وارد میشین، به خودتون سلام کنید. چه ایرادی داره؟ سری پیغامگیر تلفن رو روشن نکنید، سری تلویزیون رو روشن نکنید، سری موزیک باز نکنید. از اون سکوت محض لذت ببرید. وسایلی که اونجا هست و یه بار از نظر بگذرونید. یه مسئله خیلی مهمی که در مورد آگاهی وجود داره و باعث میشه که این پروسه آگاه شدن هم تسریع بشه و هم با لذت بیشتری انجام بشه و هم تأثیر عمیق‌تری داشته باشه، سحرخیزی. دیگه شنیدی خودتون، سحرخیز باش تا کامروا باشی. حالا کامرواییشو بذاریم کنار. من میدونم که سبک زندگی امروز یه جوری شده که خیلی از ماها دیر وقت میخوابیم، دیر وقت هم بیدار میشیم. مثلا کسب و کارام یه جوری شدن که تا نزدیکای ظهر معمولا بازار باز نمیشه، چون اغلب تا ساعت 2-3 شب بیداریم. حالا من کاری ندارم، یه عده‌ای خب شب کارن، شبها واقعا راندمان بازدهی بیشتری دارن. اما در حالت کلی اگر شب یکم زودتر بخوابید و صبح سعی بکنید یه مقداری زودتر بیدار بشید، هیچ کاری نکنید. اصلا این زودتر بیدار شدن رو من به این دلیل نمیگم که کارهای بیشتری انجام بدیم که جلوتر بیفتیم. نه، اتفاقا گفتیم که ریتم زندگی رو باید آهستش بکنیم. زودتر بیدار بشیم قبل از طلوع که اون آرامش محض اون لحظات رو حس بکنیم، که از سکون و سکوت اون لحظه بیشتر استفاده بکنیم. میدونید اولش ذهن خیلی مقاومت میکنه، ولش کن بابا کی حوصله داره، حالا بذار یکم دیگه هم بخوابم. یهو میخوابی پا میشی میبینی آفتاب اومده بالا، ساعت 10 صبح. یا بهت میگه حالا ولش کن، از شنبه شروع میکنم، از فلان روز شروع، از فردا شروع میکنم. اون فردا و شنبه معروف هیچ وقت نمیاد. اتفاقا وقتی این کار رو برخلاف میل باطنیت انجام میدی تاثیرش خیلی بیشتره. تو وقتی کاری رو برخلاف میلت انجام میدی یه بخشی توی مغز انجام میشه که اون بخش اتفاقا اراده تو رو بیشتر و قوی تر میکنه. یه بخشی رو در مغز فعال میکنه که امید به زندگی رو بالا میبره. چون تو داری به ذهنت میگی استاپ استاپ، وایسا چی کار داری میکنی؟ نه، این بار به حرف تو گوش نمیدم. داری لج میکنی باهاش و داری خودتو به خودت ثابت میکنی. چی از این بهتر؟ چی از این بهتر که من خودم رو به خودم ثابت بکنم؟ اصلا هدف از این پروسه آگاهی درونی و آگاه شدن همینه که من قدرت خودم رو و پتانسیل های خودم رو بیارم بالا و ببینمشون. اون لحظه‌ای هم که داری روی تنفست تمرکز میکنی و اون پروسه رو انجام میدی، اصلاً به کارهای اون روزت، به برنامه‌ها و پلن‌هایی که واسه اون روزت داری فکر نکن. بذارین هر چیزی به موقعش اتفاق بیفته. جلوتر از خودتون حرکت نکنید. این کار ذهنه، همش جلو جلو میره. من که خودم خدای این کار بودم. اصلا همیشه یه روز، 2 روز، 3 روز جلوتر از خودم بودم. هیچ وقت از لحظه‌ای که درش بودم هیچ چیزی نصیبم نمیشد. میدونید یه مسئله‌ای که توی یه کتاب مطرح شده و به نظر من خیلی قشنگ بود
و حیفم اومد اینجا نگمش و خیلی هم ربط داره به همین مسئله آگاهی. خیلی از درمانگرا و خیلی از پزشکای ما تو بعد تماس مستقیم دچار مشکل هستن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که کسی بهشون بیماری بهشون مراجعه میکنه، بیشتر انگار پشت این ابزارالات و تجهیزات پزشکی و عکس و آزمایش و اینجور چیزها پنهان میشن و از معاینه مستقیم بیمار خودداری میکنن. خب یه دلیلش میتونه این باشه که وقتی امکانات هست، وقتی من این تکنولوژی لازم رو در اختیار دارم که میتونه سرعت کار من رو بیشتر بکنه، چرا استفاده نکنم؟ یعنی سرعت زندگی ماشینی امروز همه رو انگار داره هول میده فقط به سمت اینکه زودتر یه کاری انجام بشه. اما یه مسئله دومی هست. مسئله دوم اینه که خیلی از پزشکا مثل خیلی از آدم‌های دیگه شاید یاد نگرفتن که با نگرانی‌ها، ترس‌ها، دغدغه‌ها و افکار خودشون روبرو بشن. برای همین روبرو شدن با ترس‌ها و نگرانی‌های یه آدم دیگه سخته براشون. شاید ترس اون آدم اونها رو متوجه ترس‌ها و نگرانی‌های خودشون میکنه. در واقع اونها بیشتر به بیماری توجه میکنن تا به خود بیمار. چیزی که نویسنده بهش اشاره میکنه و خیلی روش تاکید میکنه اینه که باید با بیمار وارد پرسش و پاسخ شد. اصلا خیلی وقتها خود بیمار با توضیحاتی که میده به تشخیص زودتر پزشک کمک میکنه و چه بسا که دیگه نیازی به اقدامات بعدی نباشه. و جالبه که اومدن یه تحقیق انجام دادن توی یکی از دانشگاه‌های امریکا که خود نویسنده در واقع درش دخیل بوده و به یه سری از دانشجوهای پزشکی گفته بودن موقع معاینه بیمار از بیمارشون آخر اون معاینه بپرسن که آیا چیز بیشتری هست که بخوای به من بگی، و یه دوربینم توی اتاق معاینه کار گذاشته بودن. و بعد از اینکه این آزمایشات انجام شد، این تحقیق انجام شد، اومدن اون فیلم ها رو چک کردن و جالبه که دیدن اکثر دانشجوی پزشکی وقتی دارن این سوال رو از بیمار میپرسن سرشون رو یه جوری تکون میدن که تلویحا دارن به بیمار میگن نه تو رو خدا چیز دیگه ای نپرس. یعنی به این حالت میپرسن که چیز دیگه ای هست که بخوای به من بگی؟ یعنی نه لطفا دیگه چیزی نگو. و به صورت غیر مستقیم دارن به بیمار حالی میکنن که حوصله شنیدن بیشتر و صحبت بیشتر با تو رو ندارم. و در واقع این مسئله اینو میرسونه که ما با آگاه شدنه که به خود واقعیمون نزدیکتر میشیم، نه با اون پرستیژ کاری و موقعیت اجتماعیمون. چون هر چی که هست ما از شغلمون، از زیباییمون، از استایلمون، از مدل حرف زدنمون، از دستاوردامون، اینا هر چی که هستن مال بیرونه. اینا واسه بیرون خوبه. آدما رو جذب میکنه، موقعیت‌های بهتر رو جذب میکنه. از ما یه چیز خیلی با پرستیژ کاری میسازه. اما در خلوت همه اینا پوچ میشن. در خلوت تو فقط خودتی و خودت. از خودت هم که نمیتونی فرار کنی. اما تو وقتی آگاه میشی حتی به پیام‌های درون بدن خودت هم بیشتر توجه میکنی. حواست بیشتر به خودت هست. خودت رو همون جوری که هستی دوست داری. همون جوری که هستی قبول داری. میخوای خودتو. بدون همه اون چیزایی که تو انظار خیلی شیکن، خیلی خیره کنندن. و جالبه که تو وقتی خودت رو بدون همه اون این چیزایی که تو بیرون هستن و خوشگلن دوست داری، انگار این پیام رو به آدم‌ها و به جهان بیرونت هم میدی که من همین جوری که هستم بدون هیچ دستاوردی خوبم. اصلا هدف از آگاهی همینه. خیلی از آدم‌ها هستن این پروسه آگاهی رو شروع میکنن، به دستاوردهای بزرگم میرسن، بعد همونا میان شروع میکنن حرف زدن در مورد این مسئله و یه جورایی به بقیه میگن منو ببین جای بلندی وایسادم، منو ببین چقدر دستاورد دارم، چقدر داشته دارم. بنابراین از فردا حرف اون آدم میشه الگو، میشه استاندارد و همه اونو فالو میکنن. چرا؟ چون روی قله موفقیته، چون داشته‌هاش زیاده و ما دنبال داشتنیم، در حالی که هدف از آگاهی به داشتن‌های زیاد رسیدن نیست. اتفاقا هدف اینه که تو هیچی هم نداشته باشی باز عاشق خودت باشی. من وقتی به پیام‌های درون بدنم گوش بدم یاد میگیرم که به خودم اعتماد بکنم، یاد میگیرم که خودم اولین منبع موثق و مورد اعتماد خودم باشم. و بیماری هم که این رو بلد باشه خیلی از این پیام‌ها رو متوجه میشه، میفهمه چشه، در نتیجه سرراست میره سر اصل مطلب، به پزشکش میگه که چشه. وقتی که به اون پیام‌ها بی‌توجهی میکنی انگار
به خودمون اعتماد نداریم. انگار همیشه وقتی یه کاری میکنیم، یه حرکتی میزنیم، دنبال این که از بیرون تایید بشیم. حتما یکی بیاد به ما بگه اوکی، خوب بود و اینجوری ما دنبال فالوور جمع کردن میریم، دنبال جلب توجه میریم. حتما باید توجه بشه به ما تا ما احساس بکنیم اوکی، من خوبم، دوست داشتنیم. و اگه اون توجه برداشته بشه، هیچی از من نمیمونه. عین یه دیوار کاهگل فرو میریزم. پیام‌های بدن همیشه دارن اینو به ما میگن: تو یه جاییت مشکل داره، باید بهش توجه کنی، حواست بهش نیست. و بعد از سالها اون توجه نکردنها یا به شکل دردهای فیزیکی و بدنی ظهور پیدا میکنن یا به شکل اختلالات و مشکلات روانی و رفتاری و اخلاقی. خب یه تمرینم واسه امروز بهتون بدم. همین پروسه توجه و تمرکز رو روی تنفس که هر روز دارین انجامش میدین رو همچنان ادامه بدین. منتها 2 تا تایم هست که خیلی مهمه که اگر توی این تایم ها انجام بدین تاثیرش خیلی بیشتره. یکی شبها قبل از خوابه، چون موقعی هستش که شما وقتی میخوابین ذهن، بدن انگار خودش رو داره ریفرش میکنه، دوباره ریپروگرام میکنه و یه جورایی صفر میکنید خودتونو. و تایم بعدی صبح بلافاصله بعد از بیدار شدن و ترجیحاً قبل از طلوع آفتاب. تنبلی نکنید، پاشید، چون این تایم خیلی تایم خوبیه. ذهن آرومه، تلاطم نداره، هنوز درگیر رو داره. میدونی مشغله های روزمره گم نشدیم. خیلی زمان خوبیه که همین کار رو انجام بدید، چون سکون و سکوت محض اون لحظات و شما با این کار در واقع داری یه جور پسنداز میکنی، سرمایه گذاری میکنی واسه بقیه روزت. چون اون لحظه به خودت، به بدنت توجه کردی، انگار واسه بقیه روزت هم توجه رو نگه داشتی. حواست به خودت هست، به بدنت هست، به تصمیماتت هست. میدونی داری چی کار میکنی. اون آگاهیه رو داری در تمام طول روز و شب دوباره قبل خواب یه بار دیگه اینو انجامش میدی. چی از این بهتر؟ مرسی از شما که توی این ویدیو هم همراه هم بودین. خیلی خوشحالم میکنید که اگه نظراتتون رو توی کامنت ها بهم بگید که تجربه کردید، بگید که امتحانش کردید، نتیجه‌ای که دیدین چی بوده، اصلا نتیجه گرفتید یا نه. شما هم چالنج‌های خودتون رو بگید. همین دیگه، مراقب خودتون باشید و دوباره میسپارمتون به عشق بی‌نهایت.